منتظرم باش. که پاره تن خاندان منه، حیف. وگرنه این بی‌کفایتیت رو نمیبخشیدم. اون از اردای برادرم، این هم از تو. رأی امیر چون این بود. سلطان و صلح جای باره. فراموش نکنید من وزیرم و فرمانبردار شاه. انصاف بود که استقبال شایسته تری از شما میکردیم، اما امور دیوانی مانع شد. حضور شما در سمرقند مایه شادی و سرور ماست. سپاسگزارم. هرچند این اوقات طی شده خیلی هم بی ثمر نبود. یک کار نیمه تموم داشتم مشغول اون بودم. چی؟ تکمیل معادلات هندسی، یک رساله جامع من باب دوایر و اخطار و محیط. از زمان ارشمیدس تا به امروز ذهن هر محققی رو به خودش مشغول کرده. بیشک شما هم در این فکرید که شاید قاعده‌ای در اعداد اعشارش باشه. شاید، کی میدونه. فقط اوست که از نسبت محیط به قطر آگاهه. که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا. ما مثل قدما فقط تلاش میکنیم بلکه یک لذت مضاعفی عاید هممون بشه. اما مگر نه اینه که دایره امری نامحدود و دست نیافتنیه؟ کافیه یک مثلث رسم کنی و اضلاعش رو تا چند ضلعی منتظمی که عدد اضلاعش به شمارش نیاد هی ادامه بدیم. راهی غیر از این هست؟ اما این کار چه حظ بدیعی داره جز تکرار؟ لیس للانسان الا ما سعی. شنیدم مدتی است در طراحی وسیله‌ای هستند از آلات رصد. چه خوب. چه وسیله‌ای؟ هنوز مشغول طرح و رسمشم. لوح اتصالاته. یک استاد ریختگر زبده خبره کنارمه. بهترین صنعتکاران رو در اختیارت میگذارن. اونایی که تو بازارن بهتر به کار میان. یه وسیله است مثل اسطرلاب و زرقاله، ولی هم بزرگتر هم جامعتر. کارش تثبیت مکان اجرام فلکیه. پس منتظر میمونیم.
با من بیا. این قرائتخونه است که از تمامی اکناف فراهم اومده. از قلای قرامته گر چیز نابی بوده به اینجا رسید. جامعیت اون کم از کتابخونه رشیدالدین فضل الله نیست. خدایش رحمت کنه. 40,000 مجلد رو گرد آورد. رسالات همه در ریاضی و نجومه و طب و شعر تا خاطرمون رو نوازش کن. از هند و چین تا از روم هرچه بود و هست. متن یونانی و حتی کتب الهادی کفار. الحق و بی مبالغه همتی بزرگ داشتید امیر. از بوعلی و شیخ شهید تا ابن مسکوی و عمر خیام. مرحبا مرحبا امیر. از امروز مقرر میکنیم تا هر زمان که به اراده شما بود در این سرا حاضر بشید و انجام امور طراحی رصدخونه رو در همین محل عمل کنید. خدا رو شاکرم که در زمان حیاتم امیر با درایت به چشم دیدم. این همه کتاب والله جواهره. اما شما که این مخزن علم ساختین، زکات اونم پرداختین؟ زکات؟ مگه جز اینه که رسول الله فرمود زکات علم به نشر اونه؟ کم نیستن طلاب و محصلینی که اینجا تو مدرسه شما مشغول درس و بحثن. پدراشون هر کدوم قدر 2 نفر کار میکنن بلکه جوونشون از این مدرسه عالم بیرون بیاد. سرخوش میشن به خدا اگه تو اقیانوس این همه کتاب غرق شن. امیرشون این لطفو در حقشون مضایقه میکنه. یعنی اینها رو به اونا بدین؟ نه، تحت نظارت شما. قرائتخونه‌ای باشه تو مدرسه، این کتابام اسباب علم ورزی. پس پیشنهاد شما اینه که امیرزاده دارایی خود رو با رعیت تقسیم کنه؟ حکومت بر مردم آگاه لذت بخشتر نیست؟ چه حرف مبارکی. به اون میاندیشیم. اشتیاق خاتون کم از ما نیست. ایشون خود تدبیر کردن و زمینی برای احداث رصدخانه معین. جای نیکویی است. بی‌شباهت به مکان رصدخانه مراغه نیست. فردا رهسپار اونجا میشیم تا نظر غیاث الدین جمشید رو هم بدونیم. خبر درایت در پیشگیری از نزاع در شهر پیچیده. لطف خدا بود. گرچه کار نیکویی انجام دادی، ولی کن چوبی در کندوی زنبوران زهراگین فرو کردی. آگاه باش که سفره امرا پر از حسده. چه بسا عالمان قشری و لاقیدی که به خاطر جیفه دنیایی خود رو اسیر حکومت میکنن. من فقط یه محصلم. محبت کنید هر جا دیدید پا از حد شر و عف بیرون گذاشتم بهم تذکر. فراخی در دین به اون حدیست که سخنان عالمان به خوبی در اون می نشینه. تنگی و مضیقه در چشم ناظرانی است که از این میوه نچشیدن و فقط به بوی اون اکتفا کردن، غافل از این که زکامند و بوی اون رو هم به درستی استشمام نکردن. از نصیحت بی عقدتون ممنون. از بابت کتابم ممنون. بفرمایید. ریخت و پاش و بی‌نظمی و به حواس پرت اضافه کن. میشه جمشید پدر تو. قوه تن شما کفاف کار سنگین رو نمی کنه. دلم قرار نمیگیره اتاق کارش تمیز نباشه مادر. الهی قربونت بشم، خسته شدی دیگه، بیا بریم. بریم. بچه که بود همیشه کفشاشو لنگه به لنگه میپوشید. هنوزم پاری از وقتا این کارو میکنه. میدونی چرا؟ بله میدونم، اون حواسشون بالا هاست. بیا بریم دیگه. صبر کن محمود،
بذار قبل از اینکه پدرت بیاد حیاط آب و جارو کنم. بوی نم خاک و دوست داره. برو مادر اون جارو رو بیار. مگه نمیگم باید استراحت کنی؟ حرف مادرتو گوش بگیر. اون جارو رو بیار. من نمیدونم حرف شما رو گوش بگیرم یا حرف بابا رو که میگه نظرم از تو بالینت بلند شی. فعلا که من اینجام، حرف منو گوش بگیر. برو مادر. بفرمایید. مادر تو آب بریز من جارو کنم. مادر چیزی نیست مادر. محمود من بهش گفتم. مگه نگفتم از بستر جدا نشو؟ کجا محمود؟ شربت گلاب درست کردم، براش مفیده. اون الان شربت گلابش کنارشه، بذار تنها باشم. اگه من طبیب بشم یک دم هم کلامی با پدرت از شربت گلاب براش مفیدتره. خودت بخور. بهتری؟ شکر. چی شد؟ هیچ. اویتنت رفت، بعد یهو بیحال شدی، بعدشم چه خلعتی قشنگی. بعد اون همه سختی و بیمهری که روزگار با تو کرد، خوشحالم این خلعت رو تنت میبینم. نگو بیس. کی تا حالا دیدی بر این چیزا شاد بشن؟ برق نگاهم به خاطر ساخت رصدخونه است، نه چیز دیگه. اگه ساخته بشه دیگه هیچ آرزویی ندارم. خوشحالم از خوشحالی تو، اما از این حرفت نگرانم. چرا؟ آدمو بعد از رسیدن به آخرین آرزوشون چی میشه؟ معین و محمود کجان؟ تو حیاط. قبل از اینکه به هوش بیای پیشت بودن. حالا چی کارشون داری؟ محاسبات بسیار کردیم تا استقامت و استحکام به قدر کفایت باشد. باید رصدخونه رو به اون اندازه بنا کنیم که ربع جداری بزرگی بر اون نصب بشه و از 10,000 قوه میانه بیشتر باشه. از همه مهمتر اشراف شماست بر احداث کار. جناب غیاث الدین کاشانی به دنبال چیزی تجسس میکنه؟ اون چه در زنداری بگو جمشید. اون رصدخونه که شما میخواین روی این زمین بنا نمیشه. خاکش سسته. ناچار میشیم رو به جداری رو از مفرق و برنج بسازیم. مگه جز این باید باشه؟ از بچگی رصدخانه بزرگ مراغه رو به خاطر دارم، اونم همینطور بود. بله، ولی سرما و گرما حساسیت وسایل رو زایل میکنه. محاسبات بی اعتبار میشه. ما یک زمین بلندی میخوایم که بنش از سنگ باشه. ربع جداری رو چطور روی سنگ قرار میدی؟ قرار نمیدیم، سنگ رو میتراشیم. پس تمامی اون ابزار و ادواتی که ساختیم تلف شد؟ نه،
از اونا وسایل دیگه ای میسازیم. پس خودت زمینی در خور پیدا کن. چی شد؟ همونی شد که باید میشد. جمشید ترخان پیام فرستاده. این موقعیشه؟ چرا؟ نمیدونم. برو درمان خدا. جمشید سری به ویس بزن. نگران نباش. کژدم زرد ورای دردی که داره تبش به لرز میشینه و دواش زهر دیگه ایه. اما خیال خاتون راحت. جون دلبندتون عبداللطیف در امونه. حقا که طبیب یگانه ای هستیم. کاش خالوت همچون تو بود. جمشید طبیب روحه. اون چه من میکنم چه بسا دیگرونم بتونن. ولی اون حکیم به واسطه این خدمت اولوغ رو وامدار خودت کردی. دستخوشی در خور برای حکیم برگردن است. به ترخان برو. این خدمت تو به خواهرزادم هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. یاران، سینه خود را سپر کردیم تا شمشیر زورگویان و ددمنشان تیموری به سینمون فرود بیاد. این بهای اندک برای عزت و شرف.
اما غافل از آن بودیم که دست توطئه دشنه‌ای بس ناجوان مردانه را از آستین سیه باطنی چون جمشید کاشانی بر پشتمان فرو برد. او با لفاظی و طراری توانست بازی رو به نفع ولی نعمت خودش تموم کنه، اما بدونین سکوت در مقابل تزویر گناهی نابخشودنی و خیانتی آشکاره. امروز خطر این مردک هزاران بار بیشتر از ددخویی نواده تیموره. میخوام بدونم از بین شما کی حاضره این چشم فتنه رو در بیاره و کار بر قوم خود سر. این افتخار برای تو. سپاسگزارم. من برای این مهم انگیزه مضاعف دارم. تو؟ خندتو از من پنهان نکن اولجای بانو. آروم دل اولوغ به لبخندهای توه. دلنگران احوال لطیفم. شکر خدا که سرخی به صورتش برگشته و احوالش به سلامت میزنه. سعادتی حضور معین الدین در دیوان شاهی. جوان خوش‌سیما و خوش برخوردیه. خباثت نفسش به اون دیگری نرفته. به آن دیگری بدگمان نباش اولجای بانو. نیکو مردیست غیاث الدین. جمشید، موضوع تقصیر معطلم شدی. دواخونه سلطانی رو مشغول ضبط و ربطم و چند تن رو در سرای امیر در حال مداوا. امروز نمیتونم همراهیت کنم. نگران نباش، مانعی ندارم. پس من برای پیدا کردن محل بنای رصدخونه میرم. اگر شد امروز به وی سر میزنم. چشم دیوان شاهی شاد از حضور معین الدین. خوشحالم به شادی شما. شما هم ما رو خوشحال میکنید، چنان که رصدخونه رو در زمینی که اولجای بیگی فرمودن به دست گیرید.
شنیدم از صبحگاه در پی زمین درخوری. سلام علیکم. این نقشه بنای رصدخونه است؟ همطوره. اون چه از این خطوط میفهمم با اون چه پیش از این میشناختم توفیر داره. همینطوره. به چه عظمتی این تر رو بر سنگ میتراشی؟ امیرزاده احیانا مستحضرن. زمان عضدالدوله یک حلقه‌ای ساختن قطرش به 10 گز میرسید. اگرچه مشی بطلمیوس پایه است اما بیخلال هم نیست. همطور که بالفرض در زیج سابقین نارسایی کم نبود. گمان من همینه که سابقین در محاسبه و هندسه ناتوان بودند. مشی غلط داده صحیح نمیسازه. این همون جمله نیست که در حاشیه زیج تسهیلاتت گفته بودی؟ دقیقا. بنای رصدخونه رو در 3 طبقه میسازیم. سلسش اگه 3 قسمت باشه، سلسش باید در دل سنگ باشه. مکان مناسب رو پیدا کردی؟ پیدا میکنم انشالله. ربع جداری رو از داخل این تپه در میاریم. یک جایگاه آجوری مدورمون بالا نصب میکنیم. این همه سال این چوپان آتا رو دیده بودیم، هرگز گمون نمی کردیم که رصدخانمون اینجا بنا بشه. حاشیه نشینا اینجا رو کوهک میخونن و اون نهر که در پسش روونه رو آب حیات. شما خود تصوری از بنای رصدخونه دارید؟ شمایل اون چیزی که در ذهنم هست رو رسم کردم. پیش معین الدین میتونید ببینید. با حضور جناب حلاج بعید میبینم دیگه مشکلی باشه. اما امیرزاده مستحضر باشند، این بنا که جناب غیاث الدین میگن به صدها مرد بنا و بندکش، خراط و فلزکار نیاز داره. من رصدخانه‌ای میخوام عظیم‌تر و باشکوه‌تر از رصدخانه مراغه. اگر کلام غیاث الدین ما رو به اون مجال میرسونه، در عمل مضایقه نیست. در مداخل هم گشاده است. این مرد کاشی نرسیده حرمت کلام شما رو نگه نداشت و در اثبات رأی خود پافشاری و الحاح کرد. طرح اون برای ساخت رصدخونه خزانه رو 2 برابر خالی میکنه. لابد قدم بعدی هم طلب اسباب دیوانیه. به روح تیمور بزرگ چنان میکنم که گریز از سمرقند رو بر هر قراری ترجیح.